عزیزان، من میدانم که در روز انتخابات بسیار آدمان، حتی بسیار مردهای خردمند، مردهای دنیا دیده، مردهای روزگار دیده سخت گریسته بودند. گریه آنها را من میفهمم. من میدانم که بسیار آدمانی که یک ذره هم در یک گوشه دلشان، در یک گوشه قلبشان امید از تغییرات داشتند، ناامید شدند و امروز در فکر آن هستند که وطن را ترک کنند، مهاجرت کنند. و شاید دشوارترین لحظه برای انسان لحظه باشد که از وطنش و از دوست داشتهش جدا می شود. واقعا از وطن جدا شدن، از وطن جدا بودن، درد هجران سخت‌ترین درد است. سخت‌ترین دردی است که درمان ندارد.